کیفیت احکام به ندای ستره ظهور گوش فراداری و آیات قلم اعلی را به گوش هوش بشنوی تا مرغ دل به سوی مطلع وحی پرواز کند و بوی معانی به مشام جان رسد. این قلم چون به حرکت درآید نسیم رحمت خدا را به ماسوا می رساند و چون ساکن شود کینونت اطمینان را در عالم امکان ظاهر می سازد. آنچه از این دریای بیکران تراوش کند احکامی است که مایه دلخوشی دلها و روشنی چشم هاست، حدودی است که سبب نظم عالم است. توان گفت که جمال قدم احکام به حدود نازل نفرمود، بلکه ختم رحیق مختوم را بگشود. این احکام آب زندگی است، چراغ دانایی است. این حدود را مانند دیدگان خود گرامی بدارید. به این احکام به روح و ریحان عمل کنید. اگر حلاوت بیان را دریابید هر چه دارید وامی گذارید. این حلاوت جهان را فرا گرفت تا آنجا که از سنگ ها جوی آب شیرین روان ساخت. روانیست که شما غافل مانید. گنج پنهان خدا را با کلید عشق بگشایید. از احکام محبوب بوی پیراهن او می‌وزد. آن که این بوی خوش را به مشام جان دریابد تیر بلا بر دیده می نشاند تا آن احکام در بین انام اثبات شود. عمل به احکام محبوب را باید حب جمال او باعث آید. آنان که بیدارند مهر دلدار را به بهای جان خریدارند و به پای دل به کوی او می شتابند. اگر چنین نکنند در بستر غفلت آسوده اند، در خواب زلالت قنوده اند. از کمخردی در پی زیان خود می روند و سودی را که در سودای یار دارند فرو می گذارند.